تحقیقات نشون داده که سالمترین بچه‌ها از نظر اعصاب و روان بچه‌هایی هستند که پدر مادرشون در تربیتشون این 7 مورد رو حتما رعایت میکنن. 1. برای فرزندانشون ارزش قائل هستند. 2. برای تفریح و سرگرمی اونها اهمیت ویژه‌ای میدهند و اونها رو به تفریح و سرگرمی میبرن و با اونها بازی میکنن. 3. همیشه اونها رو نصیحت نمیکنن. 4. قبل از اینکه فرزندانشون بخوان کاری رو انجام بدهند اول خودشون انجام میدهند و خودشون الگوی خوبی برای اونها هستند. 5. همیشه اونها رو با بقیه مقایسه نمیکنن. 6. فرزندشون در هر سنی باشه، چه دوره کودکی، چه نوجوانی، چه بزرگسالی، احترام ویژه‌ای برای اونها قائل هستند. 7. همیشه اونها را مورد انتقاد و سرزنش قرار نمیدهند، به ویژه در حضور دیگران. رعایت این 7 مورد باعث میشه فرزندانی خوش اخلاق و آرام داشته باشی.